سلام و درود، خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل من و چنل خودتون. امروز با هم دیگه ویدیو خیلی خفن داشته باشیم. امروز با هم دیگه ببین موجی شاید بهترین ادیتور ایران باشه، یا حتی مثلا چی بگم بهترین ادیتور ایران شاید باشه، ولی امروز ما به بهترین ادیتور جهان ریاکت بریم. ما به موجی ریاکت رفتیم که یکی از بهترین بهترین ادیتور ایرانه و امروز قراره به بهترین ادیتور جهان ریاکت بریم. و اینکه همین دیگه، حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون شیر کنید و همین دیگه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا ما رو صفحه یوتیوب دی بی الیم و بریم یکی گیم پلیاشو ببینیم و نظرمون رو بگیم. خب آقا گیم پلی اینجا شروع میشه. امیدوارم آهنگ اذیتتون نکنه چون نمیتونم تو ادیت درستش کنم. اوه جاش عوض شد. دیدی چی شد؟ جا رو عوض کرد، کاراکترها رو. بنازم بعد چی شد؟ پشما اسپاسو پرت کرد. چجوری اسپاسو پرت کردی اصلا مرد؟ اون ادیت نیست دیگه، اون جا داداش تو تلسم ریختی دیگه، اون ادیت نیست، تلسم کردی اصلا گیمون. چه سمیه و واقعا ادیتش خفنه. بنازم آقا، بنازم بازیش هم خفنه خدایی، ولی خب دقت کنین انمیا رباتن. خدایی رباتن نباشن خیلی دیگه نمیبندن دیگه، رباتن دیگه سید، رباتن. ولی خب ادیتش خدایی قشنگه. اینجا می خط چی شد؟ برگرد عقب. خب که اینجا رو زد، ادیت هم زد، تموم شد رفت. اینجا چی شد؟ یه نفر یه دونه تیر، 3 تا هدشات زد با یه تیر، با موز هم هدشات زد. تا اینجا چی کار میخواد بکنه نمیدونم دیگه. میپره و میخواد بزنه که نمیتونه بزنه. نه الان خود تو الان چیز میشه دیگه. فکرم الان میخواد صفحه سیاهش دوباره این زنده شه اونو بزنه، ولی نه. اون سعی غلطا بود، فکرم کنم اونو درست اونو رو بذاره، ولی خودم نه. پت شد؟ چی شد؟ من یه دقیقه حواسم پت شد. خب الان با این خود چیکار کنه؟ وای آجی فهمیدم میخواد چیکار کنه. وای داره میره ریوایوش کنه. آره دیگه داره میره ریوایوش کنه. ریوایوش کرد. پشمام حاجی. اینا رو خب ریوک هم میزنه دیگه، ریوک مدل اینا اصلا نگاه. جفتشون هم بات زنن، ولی خدایی هیچکی خدایی اونجوری که موجی میزنه و ادیت میزنه نمیتونه بزنه، چون هم پلیراش واقعی هن، هم اصلا ادیتش گاده. اینا بات میزنن. آقا بنازم سفر رو سیاه کرد دوباره، این حرکت نمایشی ها. بابا بنازم تمام شد. نه اینجا ریاکشناش اگه اشتباه نکنم، بله اینجا ریاکشناشه. اونو یخ اینو دیده بودم حقیقتا، چون فکر کنم قدیمیه. بله گنگو استیکر گنگو. آقا بنازم خفن. چیکار میکنی؟ بزن. انمی رو رئونی کرد دیدی؟ بابا بنازم قشنگ میزنه خدایی، نمیتون. میبینی؟ چی شد؟ حاجی روح خودش بلند شد داره میره خودش رو ریوایو بده، اصلا منطقیه. خیلی منطقی میزنه، خیلی منطقی ریوایو میکنه خودشو. سن بابا بنا چی کاریه میکنید آخه؟ از اون افکت دسته یه ذره زیاد داره استفاده میکنه، تقریبا 2-3 تا از ادیتاش با اون بود. تنوع بده سید. بنازم
اسپاسش تیر نداره. خب بازم اسپاسو پرت کرد. چجوری اسپاسو پرت میکنی؟ و یه چیز دیگه، این داشت ور میداشت چه علامتی اومد؟ یه دقیقه ببخشید دوباره بزنیم عقب. نگاه اسپاسو پرت کرد، اومد که بردار اسپاس بود. چجوری؟ حاجی این داره اصلا گیم، محتوا گیمو داره عوض میکنه. حاجی اینا کله گنده های فری فایر هم من نمیشناسم اینا رو. بنازم پشماشم ریخت. پشماش ریخت. اه چی شو؟ چرا نمیره تو خونه؟ جو ستاییه نمیره، رد نمیشن. اه پشمام. حاجی منم مثل این دختره پشمام ریخته. بیوجدان چجوری با چاقو میزنی؟ بنازم آقا بنازم. بابا بنازم. خفن می نوازد. خدایی ادیتاش قشنگه. هیچی نمیشه از ادیت، هیچ ایرادی نمیشه گرفت. این که اصلا بابا بنازمت. و اینکه بابا بنازم. و اگه میبینید واقعا اینطوری گیم پلیش خفن ادیت میخوره، این وقت میذاره. یعنی جوریه که مثلا قبلا که موجی فعال بود، من واقعا طرفداری نمیکنم، حقیقتو دارم میگم. قبلا که موجی فعال بود، اگه واقعا خیلی وقت میذاش میتونستم چه، یعنی الان داره میزنه، ولی خب اگه یه ذره وقت میذاش حتی شاید بهتر از این هم میتونست بزنه، یعنی میزد. و اینکه چون زود به زودی داره گیم پلی میداد. آره حاجی خیلی قشنگ میزنه دیگه چی میشه گفت. به این چیزا معروف نشد، به این ستایی متایی معروف نشد دیگه. به اون پریدن از چیز، اون چی بود، از اون مانیتور، به اون معروف شد. وگرنه این ادیتور رو ریوک خیلی بهتر میزنه. راک ریوک کیه اون؟ بابا خیلی قشنگ میزنه، قشنگ میزنه اینم، ولی خب ریوک دیگه، اون ریوکه، اون رو با هیچی نمیشه عوض کرد. بابا این دیگه چیکار میکنه؟ این رفته میزنه دیگه. بابا بنازم. بابا بنازم. بنازم. ببین کم کم که داره میره جلو، یه ذره داره سطحاشو میره بالاتر. یه ذره ها، نه که مثلا بگی وای آره نمی واقعیه نمی فلان، نه اونجوری نیست. خیلی کم داره سطحاشون بهتر میشه، یه کوچولو. اینجا مرد ولی این هدشات زد، اینم زد، اینم زد، اینم زد. بنازم. آقا ویدیو به مشکل خوردید، قطع شد رکوردش، ولی درست کردیم. داشتم میگفتم واقعا ایتای خفنی میزنه. بنازم. نگاه سطح پلیره داره میره بالا، ولی خب بازم اونجوری که باید نیست، اونجوری که جلو ما نمیندازه نیست. ما بازی میکنیم ساکورا ماکورا میندازه جلومون، پجن پارمون میکنه. اینا بازی میکنن بات میندازه جلوشون. حالا نمیدونم رنگ برمودا چی هر چی هست، ولی قشنگ شاتو میزنه. نگاه چش زدم دیگه شاتگانات نمیخوره. آقا اگه ایده چیزی برای ویدیوها دارید از این داخل کامنت ها برام بنویسید. اینجا دیگه ادیت نزد، یه ادیتاش داره کم میشه. بنازم. در عوض ادیتاش داره کم میشه، انمیاش دارن درست حسابی میشن. اون مستوک چیکار داره میکنه ناموسن؟ نشسته داره به افق خیره میشه. یه ربات دیگه بنازم. تمام. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و همین دیگه. تا ویدیو بعدی، بدرود.